سوال بعد، پرسیدن من هم فیبروم دارم هم اندومتریوز دارم. الان چند وقت اصلا عفونت هم خوب نمیشه و همش خارش و سوزش دارم. چه کار باید بکنم؟ ببینید همه کسانی که هم فیبروم دارن هم کیست دارن، انواع کیست ها، اول رسیدگی به فیبروم و میوم واجب و اولویت داره. چرا؟ چون بافت فیبروم ها و میوم ها از سودا هست، سفت هست، قطبه هست، توده هست و رشد میکنه و باعث بعضی از خونریزی ها میشه. اینها اولویت داره که درمان بشه و به مرحله بعد خشک کردن اون مایعات کیست ها هستن. پس بنابراین اینجور افراد اول فیبرومش درمان کنن. در درمان فیبروم هم گفتیم با کیست کاملا متفاوته. کیست ها رو میشه با داروهای ضد بلغم، محلل ها، ضمادها، نوروحنا درمان کرد، ولی فیبروم اینجوری نیست. باید تخصصی داروی نسبت به سن و مزاج ایشون تجویز بشه که بره اون سودا رو از بین ببره، بعدش تحلیل ببره و بعد جذب مجاری طبیعی و دفع بشه. معمولا هم خونریزی زیادی انجام میشه تا فیبروم دفع بشه. تزریق افراد متأهل، زنان متأهلی که تزریق بکنن واژینال، به صورت واژینال روغن حیوانی عسل و زاج، معمولا فیبروم ها رو دفع میکنه. برای اینجور افراد معمولا خوب جواب میده. اگر یک هفته این کار رو انجام بدن، هر شب یه نخود زاج مدبر، 2 قاشق عسل، 2 قاشق روغن حیوانی تزریق میکنن و این کار یه هفته ادامه میدن تا این یه هفتهشون برسه به 1-2 روز قبل از قاعدگی که اگر لازم شد دور بعد قاعدگی هم این کار رو انجام بدن. ممکنه خونریزی زیادی داشته باشن، نترسن، چون داره فیبروم دفع میشه، میوم ها دفع میشن. به خاطر پاکسازی خونریزی زیاد میشه، فقط چیزای مقوی بخورن. و نکته‌ای که توصیه میکنم به این افراد، از خورشت ها و آش های ملین استفاده بکنن تو دوره درمانشون، مثل کدو حلوایی، کنگر، کرفس، چیزهایی که ملین هستن زیاد استفاده کنن تا مجاری باز بشه.